در روز تجلیل جشن پرچم دولتی در شهر کولاب و ناحیه یاوان ولایت ختلان چند انشاءات گوناگون تعیینات به استفاده داده شد. گزارش همکاران ما. در نزد بینای شعبه منطقوی در شهر کولاب ریاست اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان خوابگاه برای کارمندان میدانچه ورزشی حاضر زمان مورد استفاده قرار داده شد. خوابگاه مذکور از یک آشیانه عبارت بوده پره با تجهیزات زمانوی مجهز گردانیده شده است که برای استقامت 10 نفر کارمندان پیش بینی گردیده است. در شفت خوابگاه آشخانه برای کارمندان با تمام شرایط ها بنیاد گردیده است. با به استفاده دادن میدانچه ورزشی زمانوی کارمندان امکان پیدا میکنند که من بعد بیرون از وقت کاری منتظم به مشق و تمرین و آب و تاب جسمانی مشغول شوند. کارهای ساختمانی از جانب پدرچی جمعیتی دارای مسئولیتش محدود عبدالرحمن 200 به مبلغ 200,000 سومانی و میدانچه ورزشی با گرد و اطراف و چراغانکنی به مبلغ 520,000 سومانی از جانب جمعیتی دارای مسئولیتش محدود سریخوسار با صفت بلند به انجام رسانیده شدند. در رسم افتتاح انشاءات نامبر شده رهبریت شهر و اگنتی اشتراک کرده ابراز داشتند که حکومت مملکت زیر غمخوری‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان شروع از دوره مقامات اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان تا به امروز برای بهسازی شرایط زندگی و خدمت هیئت شخصی اعتبار خاصه ظاهر می‌نماید که برای پیشرفت و ثمراناکی فعالیت کارمندان مساعدت می‌نماید. در نوبت خود کارمندان اگنتی نیز برای چنین غمخوری‌ها به دولت و حکومت جمهوری عرض سپاس نمودند.